عزیز و همه کارکنان و کارمندان تلویزیون ایران آریایی، به نام نامی ایران و به نام همه جانباختگان راه میهن، هم میهنان عزیز گرامی، سرود آزادی رو تقدیم میکنم به عاشقان ایران، به ویژه به جوانان عزیزمان در داخل و خارج از کشور. سرود آزادی. میرسد روزی که ما با هلهله پشت این نامردمان را بشکنیم. میرسد روزی که با نیروی مهر رو به سوی بند و زندان آوریم. جملگی همیار و هم پیمان شده، ریشه بیگانگان را برکنیم. هموطن بیدار شو، بیدار باش، با ستمکاران پی پیکار باش. جای خود را، پای خود را جای بابک ها گذار، پای خود را جای بابک ها گذار. از دلیری های کاوه یاد آر، کاخ ضحاک زمان، کاخ ضحاک زمان در هم بکوب. از مهین میراث شاهان پاسدار. سعد وقاصند این نامردمان، جنگ رستم آمد و اسفندیار. هموطن بیدار شو، بیدار باش، با ستمکاران پی پیکار باش. ای دلاور، ای تکاور، ای دلیر، ای دلاور، ای تکاور، ای دلیر. ای به نیرو و توانایی چو شیر، روبهان را سر بکوب ای نوجوان. بس بود بس در کف دونان اسیر، ما به پیکاریم با نامردمی. حق خود را از سیهکاران بگیر. هموطن بیدار شو، بیدار باش، با ستمکاران پی پیکار باش. هم میهنان عزیز گرامی، بقیه خدمات اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی و حوادث اتفاقات رو به احتضارتان میرسانم. 6 شهریور ماه سال 1328 برابر با 19 اوت سال 1949 میلادی، وزیر امور خارجه در یک مصاحبه مطبوعاتی در مورد تجاوزات مرزی شوروی، در 3 نقطه گرگان از تاریخ 3 تا 28 مرداد ماه گذشته و بازداشت عده‌ای از افراد نظامی و کشاورزان در منطقه مرزی توسط مأموران شوروی به اعتراض ایران به دولت شوروی و پناهندگی یک افسر شوروی به ایران مطالبی اظهار کرد. 9 شهریور ماه سال 1328 برابر با 31 اوت سال 1949 میلادی، هیئت وزیران تصویب کرد که در وزارت بهداری اداره‌ای به نام اداره مبارزه با مالاریا به منظور تربیت کارمندان فنی برای مبارزه با این بیماری تأسیس شود. 10 شهریور ماه سال 1328 برابر با 1 سپتامبر سال 1949 میلادی، موافقتنامه فرهنگی ایران آمریکا
از طرف حکمت وزیر امور خارجه و جان ویلی سفیر کبیر آمریکا در ایران در کاخ وزارت امور خارجه به امضا رسید. 12 شهریور ماه سال 1328 برابر با 3 سپتامبر سال 1949 میلادی هیئت مرکزی سازمان شاهنشاهی خدمات اجتماعی به اتفاق والا حضرت شاه رخ اشرف پهلوی به پیشگاه شاهنشاه در کاخ سعدآباد شرفیاب شدند و گزارش اقدامات آن سازمان را به عرض رسانیدند. 14 شهریور ماه سال 1328 برابر با 5 سپتامبر سال 1949 میلادی محمود نامجو وزنه‌بردار ایرانی در مسابقات وزنه‌برداری جهان در هلند با شکستن 5 کیلو بهترین رکورد جهان و با برداشتن 312 کیلو نیم وزنه قهرمان خروس وزن جهان شناخته شد. 17 شهریور ماه سال 1328 برابر با 8 سپتامبر سال 1949 میلادی تیم وزنه‌برداری ایران در مسابقات جهانی وزنه‌برداری لاهه به مقام سوم دست یافت. مسرت خاطر شاهنشاه طی تلگرامی از طرف وزیر دربار شاهنشاهی به محمود نامجو قهرمان خروس وزن جهان ابلاغ شد. اساسنامه شرکت نفت ایران در شورای عالی سازمان برنامه به تصویب رسید. 22 شهریور ماه سال 1328 برابر با 13 سپتامبر سال 1949 میلادی اعضای تیم وزنه‌برداری ایران که در مسابقات جهانی وزنه‌برداری لاهه به مقام سوم رسیده بودند به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند. 24 شهریور ماه سال 1328 برابر با 15 سپتامبر سال 1949 میلادی امانوئل ابراهام نماینده فوق‌العاده امپراتور حبشه به اتفاق وزیر امور خارجه در کاخ سعدآباد به پیشگاه شرفیاب شد و نامه امپراتور حبشه را به حضور معظم الله تقدیم داشت. 28 شهریور ماه سال 1328 برابر با 19 سپتامبر سال 1949 میلادی به علت رکود معاملات و خطر ورشکستگی بازرگانان به تصویب هیئت وزیران نرخ خرید و فروش لیره انگلیسی تثبیت شد. 1 مهر ماه سال 1328 برابر با 23 سپتامبر سال 1949 میلادی 11 نفر از سربازان ایرانی که در زد و خورد با مرزداران شوروی دستگیر شده بودند به مرزداران ایرانی تحویل گردیدند. 2 مهر ماه سال 1328 برابر با 23 سپتامبر سال 1949 میلادی نخست وزیر در کاخ سعدآباد به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شد و سپهبد یزدان پناه را به عنوان وزیر راه و حمید سیاح را به سمت پست و تلگراف و تلفن معرفی کرد. 4 مهر ماه سال 1928
1328 برابر با 26 سپتامبر سال 1949 میلادی شاهنشاه هنگام شرفیابی دکتر نفیسی مدیر عامل سازمان برنامه مقرر فرمودند کسر اعتبار ساختمان تونل کوهرنگ تأمین گردد. همچنین در مورد تأمین برق اصفهان و کارخانه های آن شهر اوامری صادر فرمودند. 6 مهر ماه سال 1328 برابر با 28 سپتامبر سال 1949 میلادی در پیشگاه شاهنشاه جشن فارغ التحصیلی دوره دوم دانشگاه جنگ برگزار شد. در این مراسم شاهنشاه طی بیاناتی فرمودند اساس تربیت افسران روح میهن پرستی و تعلیمات نظامی است. 7 مهر ماه سال 1328 برابر با 29 سپتامبر سال 1949 میلادی جشن فارغ التحصیلی 27مین دوره دانشکده افسری در پیشگاه شاهنشاه برگزار شد و معظم الله گواهینامه ها و جوائز شاگردان اول را مرحمت فرمودند. 9 مهر ماه سال 1328 برابر با 1 اکتبر سال 1949 میلادی اعضای هیئت مرکزی جمعیت شیر خورشید سرخ ایران به پیشگاه شاهنشاه شرفیاب شدند و عباس نفیسی دبیر کل جمعیت گزارش اقدامات 4 ماهه جمعیت را به عرض رسانید. 11 مهر ماه سال 1328 برابر با 3 اکتبر سال 1949 میلادی هواپیمای اهدایی دولت فرانسه از جانب شاهنشاه در فرودگاه مهرآباد مورد بازدید قرار گرفت. 13 مهر ماه سال 1328 برابر با 5 اکتبر سال 1949 میلادی صلیب سرخ سوئد به پاس خدمات بشردوستانه والا حضرت شاه رخ شمس پهلوی که از مؤسسات خیریه سوئد دیدن می نمایند یک قطعه نشان عالی صلیب سرخ سوئد به مشار الیها اهدا کرد. خط هوایی تهران کابل با پرواز اولین هواپیمای شرکت هواپیمایی ایران به کابل گشایش یافت. 14 مهر ماه سال 1328 برابر با 6 اکتبر سال 1949 میلادی حکمت وزیر امور خارجه در یک مصاحبه مطبوعاتی در باره تاریخ مسافرت شاهنشاه به امریکا، تشکیل کمیسیون مختلط مرزی ایران و عراق و شناسایی دولت جدید سوریه آغاز مذاکره برای استیفای حقوق ایران از شرکت شیلا مطالبی اظهار داشت. در اینجا به عرایضم خاتمه میدم. سپاسگزار از فرصتی که به بنده مرحمت فرمودید و سپاسگزار از هممیهنان عزیز گرامی که به عراید این سرباز وطن گوش فرمودند. پاینده باد ایران و ملت ایران در اقتدار باد پرچم مقدس